غار علی صدر، سفری به قلب زمین. غار علی صدر فقط یه جاذبه گردشگری نیست. یه دروازه است به قلب زمین، به روزگاری که بشر و طبیعت با هم قصه ساختن. اینجا تاریخ نفس میکشه. هر گوشهاش یه رازی داره که منتظر کشف بشه. از پناهگاه جنگ‌ها تا سد آبی باستانی، غار علی صدر همیشه یه مکان خاص بوده. نقاشی‌های 12,000 ساله روی دیوارها داستان زندگی انسان‌های اولیه رو روایت می‌کنن. تصور کن، قایقرانی تو دریاچه‌های میلیون ساله. یه تجربه بی‌نظیره، یه سفر به اعماق زمان. حالا نوبت تویه. آمادهای سوار قایق بشی و تو این دنیای زیرزمینی گم بشی. تا آخر این ویدیو با ما باش. چون غار علی صدر داره برات یه راز نگه داشته. بیا با هم این راز رو کشف کنیم. برای دیدن ادامه ویدیو لایک کن، نظرت رو برام بنویس و ما رو سابسکرایب کن.